عیسی الکثیر به زودی رونمایی می شود. به گزارش بت اسپورت، عیسی الکثیر با ضبط کلیپ در کنار ساپینتو از هواداران استقلال دلجویی خواهد کرد. استقلال پس از نازم به زودی از الکثیر رونمایی می کند. سردار دورسون خواستار غرامت از پرسپولیس. دورسون برای فسخ با پرسپولیس $700,000 درخواست کرده و باشگاه پرسپولیس برای فسخ با او به مشکل بزرگی برخورده است. استقلال همچنان دروازه‌بان می‌خواهد. استقلال برای تقویت خط دروازه خود قصد دارد یک نفر از بین امیر عابدزاده و محمد رضا اخباری را جذب کند. جانشین دورسون از قزاقستان می‌آید. فیسو اولوژپلاکا مهاجم تیم ملی توگو و شاغل در لیگ قزاقستان گزینه پرسپولیس برای جانشینی سردار دورسون است. وحید امیری در آستانه خروج از پرسپولیس. امیری که ابتدا در لیست مازاد قرار داشت مجددا ماندنی شد، اما خبر میرسد مجددا در آستانه جدایی پرسپولیس است. بتا اسپورت، بی‌نهایت در ورزش.